میگه تو جنگ جمل وقتی بابام امیرالمومنین نیزه رو داد دست من، علم رو داد دست من، علم الظاهر خودش ابزار جنگی بوده. گفت محمد اینو میگیری میبری میزنی به چشم ناقه برمیگرد. محمد حنفیه میگه که علم رو دستم آمدم بزنم تو دل لشکر، دیدم تیرباران انقدری زیاد شد یه چند دقیقه صبر کردم بلکه این تیرباران آروم بشه من دوباره بزنم به خط. میگه تازه ایستاده بودم یهو دیدم یه دستی محکم نشست رو شانه چپم. محمد وقتی این حرفو داره میزنه پیرمرد از ترس میگه هنوزم بدنم داره میلرزه. میگه یهو دیدم از پشت موهای سرم یه صدای سرم بالا آوردم دیدم بابام امیرالمومنین پشتم بستده. خب مگه بهت نگفتم تعلل نکن؟ بابام از من رد شد یه سر رو به هم گرفت زد تو دل لشکر. میگه از تو لشکر اومد بیرون، ذوالفقار خم شده بود از زمین با سر زانو ذوالفقار رو داشت صاف میکرد. میگه مالک و بقیه کنارش ایستاده بودن، عمار و میگه از ترسمون یه جوری نفس میزد. روایت میگه مثل شیری که قرش میکرد امیرالمومنین میقرید. میگه تا غروب نمیتونستیم نزدیکش بشیم.